این نوا را به نزدیکترین دوستت بفرست تا محبت و صمیمیت پهن گردد. السلام علیکم دوستی عزیز. باوری دارم که امروز اولین شده من تو را به آمدن عید سید قربان تبریک میکنم و از درگاه الهی خواهانم که هر آن آرزو و عمل نیکی که در دل خود داری جامه عمل بپوشد. بله، امسال در حقیقت عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است. دوستان را تبریک کردن سنت پیغمبر است. پس ببین ای جان شیرین، روز جمعه، روز عید، اجر و پاداش دو عید همچکوه به آخر است. روز سید جمعه، عید سید قربان مبارک به همگان. رایی که به نزدیکان. عید سعید، let's enjoy this happy day. عید مبارک، come on let's celebrate, celebrate, let's celebrate. سرپرست کل شرکت زیارت شاه.